بزرگ جامعه زرتشتیان و کسی که بسیار بسیار در فرهنگ و جامعه ما تأثیر داشته، ارباب کیخسرو و شاهرخ را می‌بینیم و بذارید من یه توضیح بدم. بله بفرمایید. آقای کیخسرو شاهرخ 11 دوره نماینده زرتشتیان در مجلس ملی ایران بودن. ایشون خیلی کارهای بزرگ کردن و همه این کارها رو رایگان انجام میدادن. شما مقبره فردوسی که رفتین، آرامگاه فردوسی، کار ایشون هست. ایشون 4 سال وقتشون رو گذاشتن تا قبر فردوسی رو پیدا کردن و اون آرامگاه زیبا رو اونجا درست کردن. خیلی کارا انجام دادن و همه این کارا رو رایگان انجام دادن. وقتی من کار انجام میدم برای فرهنگ، دوستان میگن چرا میکنی؟ میگم الگوی من ارباب کیخسرو شاهرخ هست. اینا کتاب های ماست آقای دکتر. تلگرام رو بیاره بله این شخصیت این کتاب ها اسماشو گفتم اینترنت چی؟ بله آقای دکتر بختیارم بیان. اینا کتاب های اوستاست. خدمتتون عرض کنم که اون خط بالا اگر بی زحمت بگیرید خط دین دبیره است، متون ما با اون نوشته شده. این هم خط اوستایی است به زبان فارسیه. میبینید که نوشته ستایش یکتا خداوند، ستایش پروردگار را داره نشون میده. خود اوستا 5 قسمت، یسنا یشتا قسمت من داره. خود اوستا یکای کوچیکی از اوستاست که برای ستایش و نیایش روزانه استفاده میشه. اینجا دویم قبطی موزه است. اینجا تصویری از دخمه زرتشتیان در ادوار گذشته به خاطر اینکه فلات مرکزی ایران پوشیده از برف و یخ بود و احترام به خاک که خاک آلوده نشه که هنوز هم در هندوستان انجام میشه، در گذشتگان خود را دور از محیط زندگی در محیطی مدور که خاک حاصلخیز نباشه، منابع آب نباشه، در بالای کوه محیطی می ساختن به نام دخمه، دادگاه یا برج خاموشی و وسط اون یک چای بود به نام استودان یا استخواندان. سنگ فرش‌هایی شده بود بالاش که اجساد درگذشتگان را پس از فوت اون مکان می‌بردن و اونجا قرار می‌دادن و کرکس‌هایی بودن که از این جسد استفاده می‌کردن و بعدا استخوان‌ها را به در محیط مرکزی که استودان یا چای وسط بود ریخته می‌شد و سال یک بار بر روی اون تیزاب یا اسید ریخته می‌شد که در حال حاضر ما از زمان رضا شاه به این طرف اجساد درگذشتگان را به خاک می‌سپاریم و به این مجموعه در شیوه‌های قدیم متداول بوده دخمه گذاری، دخمه دادگاه یا برج خاموشی گفته میشه که ما در استان کرمان هم 2 دخمه داریم. یکی دخمهش با دخمه یزد فرقی نمی‌کنه، ولی یک دخمه که متاسفانه داره تخریب هم میشه از منحصر به فردترین دخمه‌های ما در کشور. عکس بزرگان زرتشتی را می‌بینید. ما در ادوار گذشته به بزرگان زرتشتی ارباب گفته می‌شده و ما می‌بینیم که کوششی که روحانیون الان دارن عمامه و عبا و تشکیلات در ادوار گذشته هم زرتشتیان هم از این کوشش استفاده می‌کردن. اینا عکس موبدان. این عکس ویژه آقای دکتر مال پوشش زرتشتی هاست در زمان صفویه و قاجار را داره نشون میده. عکس‌های از جامعه زرتشتی هاست، پزشک‌ها، پرستارها. عکس روانشاد خیابون هم به اسم ایشونه، روانشاد میرزا برزو آمیقی. ایشون بله مدیر دبیرستان ایران شهر بودن، کشور خانم هم همسرشون مدیر بودن. مدرسه رو بعدا نشونتون میدم، سر کوچه است. بله ایشون بسیار شخص جدی، کاری و مدیر ماندگار بودن. اینجا هم عکسشون هست.
عکس‌های مختلفی است. عکس بزرگان موبدان زرتشتی، ورزشکاران. اینا مسائل قدیمی است که در اقوام گذشته گهواره بخاری‌های نفتی، چراغ، نمیدونم آبپاش‌های مختلف که آب میپاشیدن، دستگاه کپی پرینتر، از چاه آب میکشیدن، دوچرخه. اینجا چی نوشته میشه؟ اینا هم جشن‌های ما را، جشن‌هایی که خدمتتون عرض کردم 12 تا جشن از فروردینگان تا اسفندگان. این برم هست. این 12 تا جشن ماست که هم فارسی توضیح داده از تداخل ما، نام و روز ما، فروردینگان، اردیبهشتگان، خردادگان تا اسفندگان داره تشریح میکنه. هم فارسی و هم انگلیسی نوشته شده که اینجاش تا آذرگانه، بهمنگان و اونا اسفندگان هم، دیگان و بهمنگان و اسفندگان هم را اون برگرد. بله. و این قسمت هم ببخشید خانم دکتر توضیح بدم بهتون. این قسمت هم زمانی که صدام به کشور ما حمله کرد و میخواست کشور ایران را بگیره و فکر میکرد که کشور ایران دفاعی نداره و میشه ایران را گرفت و ایرانی را از بین برد، کور خونده بود. همه جوانان ما رفتن جنگیدن در کنار ما هم ایرانی بودیم، زرتشتی هایی هم رفتن و اینا جان باختگانه. در سیستم اسلامی میگه شهید، ما میگیم جان باخته، کسی که جانش را در راه کیان و وطنش از دست داده. و در جشن فروردینگان که روز 19 فروردین هست، روز فروردین از ماه فروردین به پاسداشت درگذشت این شهدا ما به مجموعه قبرستونمون که بهش آرامگاه میگیم، یعنی جایی که شخص آرامش ابدی پیدا میکنه، میریم و براشون طلب شادی روح روان. جزات باشد من از شعر درباره آرامگاه خونم. من شعر خودم هست: آرام گذر ای ره گذر، بر این مکان بار نگر، ما می رویم نزد خدا، آرامگاه هست جای ما. وقتی یک آرامگاه رفته دیگر نمی جنبید. جای آخرین است. سلامت باشید.